ایران یک شخصی را که با انتقال معلومات درباره حرکت یک گنرال ایرانی متهم میشود به اعدام محکوم نمود. ابتدای سال روان گنرال ایرانی قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب ایران توسط هواپیمای بدون سرنشین در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. ماه январ قتل سلیمانی باعث تشنج میان واشنگتن و تهران گردید. سخنگوی دادگاه ایران غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه 9 ایون گفت دادگاه عالی ایران حکم اعدام سید محمود موسوی مجد را به تغییر گذاشت. این محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد و شعبه 19 دیوان عالی کشور هم اخیراً این حکم رو تأیید کرده. با گفته همین منبع محکوم شده از نام اداره‌های مرکزی کشفی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل پول زیادی به دست آورد. معلوماتی که او در مقابل پول فروخت برای کشتار گنرال سلیمانی استفاده شد. بعد کشتار سلیمانی ایران یک پایگاه آمریکایی عراق را موشکباران نموده با 110 نظامی آمریکا آسیب رساند.